خاندان سورنا بلوچ یکی از 7 خاندان ممتاز اشرافی در دوران اشکانی و ساسانی. مهمترین اقدام این خاندان بلوچ نبرد هوران 53 سال قبل از میلاد سورنا فرمانده ارتش اشکانی بود که در این نبرد با ارتش رومی‌ها به فرماندهی کراسوس جنگید. این نبرد با پیروزی قاطع اشکانیان و شکست و مرگ کراسوس همراه بود. نبرد هوران یکی از تحقیرآمیزترین شکست‌های تاریخ روم محسوب می‌شود. سورنا یک رهبر قدرتمند بود، به مهارت‌هایی چون تیراندازی، سوارکاری و رهبری معروف بود. برخی او را همردیف اسکندر مقدونی از نظر نبوغ نظامی می‌دانند. سورنا با وجود خدماتش، پس از پیروزی در نبرد هوران، شاه اشکانی از محبوبیت او ترسید و در اقدامی دستور به قتل سورنا داد. این عمل از دید برخی تاریخ‌نگاران نشان از حسادت و ترس شاه از نفوذ این سردار بلوچ داشت.